و علیکم السلام، فرمایید. ما شهر روسیه داریم، مسکو کار میکنیم. روسیه کمپیر نگاه میکنیم. چند تا چند رو فهمیدم، رفت در خونه گوش میکنم، اشما نفهمیدم، نمیدونم. میگن همه کمپیرهای روس نگاه کردن گناه های همین روس بکن. خواهرم کمپیرای روس رو نگاه کردن گناه نیست، تو خیلی کاری پست است. خدمتگاری یک کافر بودنی یک زنی مسلمان، یک زنی مسلمان خدمتگاری یک کافر بودنش که در نگاه کردن شما توزه میکنید، میخوای نه چرکنی ها رو توزه میکنید، جایش باید میشوید کار دیگر، این کاری پست است. این کاری پست است که عزت یک زنی مسلمان نباید اجازتش دهد که او خادم یک کافر باشد برای یک برده نان. و خیلی میدانید رزق به بنده نوشته شده است مثل عمرش، به هر راه صاحبش رو مییابد. بعضی وقت خیلی در راهش عذاب میکشید، بعضی وقت این است که به آسانی می آید، اما برای خودتان کاری مناسبی که عزت نفس داشته باشید آن را پیدا کنید. من نمیگم کارتان حرام است. یک چند سال کار کرده بودم، چند سال عصبان مونده شد مسئله همینا. البته مذهبتون ویران می شود. یک اینا بسیار زیان دارن، چی دارن که وزبی می شود. آره کاری خیلی پستی دشوار است. و خواهر جان بعد کار کردم رو دوندم سانیتار کار کردیم، هر جا عصب نه وزمین تر است آنجا هم وزمین تر است. پروردگار برکت ده در شما. با همین کار در اومده من اصلا 8 ماه کار کردم، کدام فهمیدم که مقصد کاری نقد نشده. من جواب داده بودم به همین سوال جواب داده بودم که زنی مسلمان نباید خادم یک کمپیر روسی نجس شود، اما گفتید نه، او اسلام می آورد، او هدایت می شود، دیگر چیز که این خیلیش رو تقریبا نمیشنویم که یک کافر زن به خاطر یک زنی مسلمانی کارگرش اسلام آورده باشد. تقریبا الله برکتتان دهد خواهرم. انشالله زندگیتون بهترین می شود. برای خودتان یک کار پیدا کنید که در همین دنیا با عزت زندگی کنید. یقین کنید پروردگار وقتی که به او توکل کرده نصیب می کند.